حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام، ببخشید میشه تو برنامه‌تون شرکت کرد؟ بله بفرمایید، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ زنده باشه. من حسین هستم از الاهواز زنگ میزنم جناب. بفرمایید آقا حسین. بله میخواستم عرض کنم خدمتتون در رابطه با این زلزله‌ای که الان پیش اومده در بلوچستان قسمت همون سراوان. این متاسفانه ایران اصلا نمیدونم چیکار داره میکنه. همونطور که مهمان گرامیتون آقای دکتر عرض کردن واقعا همه حرفاش درست بودن. شما نگاه کنید الان چندین سال پیش در بم و کرمان و شیراز دیدید چه اتفاقی افتاد دیگه. الان هنوز مردم زیر چادری تو خونه خرابه‌ها زندگی میکنن. حالا شما تشریف ببرید شمال اون قسمت اردبیل و ارومیه نگاه کنید میبینید بازم تمام زیر چادری هست. هیچ کدوم حتی کاروان در اختیارشون نذاشتن. قضا و نمیدونم چی اون چیزا در اختیارشون نداشته. ملت به دادشون رسید. یعنی مردم اونایی که تو زبان بودن یا اونایی که واقعا دلسوز بودن تونستن طلاهاشون رو بپوشن، پس اندازی تو بانک داشتن، بعد داشتن فرستادن به این بیچاره بدبختا از سرما لااقل نجات پیدا کنن. یه دوتا پاتو براشون خریدن، یه لباس گرم خریدن. بوشهریای بیچاره همین یک هفته پیش شما دیگه در جریان اخبار هستید. الان نگاه کنیم ببین چقدر ما زیر چادری داریم. تمام رفتن از خونه هاش سرپناهاشون از دست دادن، رفتن معلوم است تا کی دیگه تا میرم الا ماشاءالله زیر چادر بمونن. حالا ببین اونجا گرما داره اذیتشون میکنه، 50 درجه 60 درجه، بی برقی، نه گازی نه تلفنی نه نمیدونم کولری نه چیزی سرد کننده، نه آب آشامیدنی. اونجا هم تو شمال اون سرما پدرشونو در اون. الان هم در شرق بلوچستان داریم، تو اون صحرا و اون کبیر ببین اون خانواده‌های بدبخت الان رفتن تا الان ماشاءالله زیر چادر. اگر اونایی که زنده موندن ببینم الان چقدر زنده میمونن. انشالله که همه زنده مونن و کشته و مجروح نداشته باشیم. اما اگر داشتیم مگه این رژیم به دادشون میرسه؟ داخل تلویزیون اعلام کردن که هلیکوپتر فرستادن، آمبولانس فرستادن، ولی من نشنیدم کسی بیاد بگه داخل تلویزیون یا جای دیگه صدای هلیکوپتر شنیده باشن یا صدای هواپیما شنیده باشن بیاد مجروحین از اونجا منتقل کنه ببره به بیمارستان مجهز در تهران، در شهرستانایی که واقعا میتونه خدمت به بیمار بده که زیر اون آوار له و لورده شده، دستش از دست داده. تازه اگر جانش از دست داده باشه دستش از دست داده، پاش از دست داده، چشمش از دست داده، بچه‌ش زیر آوار له شده، خانمای باردار اونجا له شدن، بچه‌هایی که داخل مدرسه ها بودن سقف خونه ها روسترشون خراب شد، لطه پار شدن. شما نگاه کنید شمالمون چادر نشینه، جنوبمون چادر نشین شد، الان هم شرقمون چادر نشینه. الا ماشاءالله الان ببینید فقط غرب و وسط مونده. اگر غربمون هم زلزله بیاد خدا نکرده و مرکز کشور زلزله بیاد تموم شده رفت. اما حضرات نشستن همینطور پس سر هم دارن سرقت به وجود میارن. شما نگاه کنید چند وقت پیش آقای احمدی نژاد برمی‌داره میگه 30,000 میلیارد تومان کسری بودجه است. واقعا همینه. احمد توکلی جزو کمیسیون برنامه بودجه مجلس برمی‌داره میگه نه اینطوری نیست، رئیس جمهور دروغ میگه. 56,000 میلیارد تومان دیگه‌اش کو؟ 86,000 میلیارد کسری بودجه است. پس این 56,000 میلیارد کجاست؟ آقای احمدی نژاد با آقای مشایی دور افتادن برای انتخاباتشون با پول این ملت، با این پول ملت ستم دیده بدبخت زیر چادر زیر آوار زلزله زده علت پار شده، با این ملت با این پول دارن میرن از تاج تختشون تبلیغ میکنن که فردا بیان رئیس جمهور بشن، نخست وزیر بشن، وزیر بشن. که چیکار کنن؟ که پول بیشتری بدزدن، که مال ما رو بردارن، پول ما رو بردارن بدن به بشار اسد بیاد کشور خودشو ملت خودشو سرکوب کنه، مردم همینطور که الان داخل ایران چادر نشینن اونجا چادر نشین کنن. شما نگاه کنید سوریه الان نزدیک به 2,500,000 نفر در ترکیه که جنوب ترکیه و شمال سوریه 2,500,000 نفر چادر نشینن. در اردن به خدا وزیر اردن یکی از وزرای اردن در سازمان بین‌الملل رفت گفت بابا جون شمال اردن منقوب شده، از بس مردم سرریز شدن فرار کردن از جنایات‌های
خامنه ای. از اون ور تو میکشی، از این ورم خدا میذاره زلزله دست و پا میشه. ما چی کار کنیم؟ خدا جونمونو میگیره یا آقا جونمونو میگیره؟ ما به کی پناه بیاریم؟ منم معذرت میخوام اگر طولانی صحبت کردم، خیلی عذر میخوام. اگر سوال چیزی هست من در خدمت شما تشکر میکنم آقا حسین عزیز. الله سبحانه و تعالی همه این مشکلات امت اسلامی رو آسان بکنه. تشکر از شما. جناب انصاری، من یک دقیقه اگه فرصت بهم بدید من ممنون میشم. بفرمایید. خواستم بگم خامنه ای شما 1371 72 بچه‌ت رو فرستادی، مجتبی رو فرستادی انگلیس، 1,000,000 پوند خرجش کردی که نوش به دنیا بیاد، نوه 1,000,000 پوندی 2,000,000 پوندید. آیا همین پول رو صرف مردم زلزله زده کردی؟ در شمال، در جنوب، در شرق، معلوم نیست بعد کجا زلزله میاد. آیا اینقدر که برای نوه خودت اهمیت قائل هستی، خودت در اون کاخهای آنچنانی زندگی میکنی، هیچ دلهوری نداری چه ساعتی زلزله میاد؟ با اون خونهایی که برای درست کردن 60 متر زیر زمین، کسی که میخواد بیاد ببینت درد دلشو بهت بگه باید از یه لایه امنیتی 10,000 نفری رد بشه تا به تو برسه. خب همچین فرعونی اصلا به فکر ملتش هست؟ شرمنده جناب انصاری. خدا زنده باشین. خدا نگهدارتون. تشکر میکنم از آقا حسین عزیز از اهواز. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا